دوستان محترم بینندگان و شنوندگان رادیو آزادی سلام. من اسکندر خوجا میرزاده میزبان شماره نوبتی چشمانداز هستم. امروز درباره پیشبری نامزدهای کرسی ریاست جمهوری تاجیکستان و ارزیابی تمدید حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان صحبت میکنیم. هفته روان 4 حزب سیاسی تاجیکستان نامزدهای خود را برای انتخابات پرزیدنتی 6 نوامبر پیشبری کردند. حزب نهضت اسلامی در انجمن خود در شهر دوشنبه عین حال با نظر و فعال سیاسی و حقوقدان تاجیک را به مقام پرزیدنتی پیشبری کرد. حزب دموکراتی تاجیکستان باشد سید جعفر اسمانوف رهبر این گروه سیاسی را همچون نامزد به کرسی ریاست جمهوری تصدیق کرد. حزب اگراری تاجیکستان طالببک بخوریف معاون رئیس اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان را به عنوان نامزد پرزیدنتی از این حزب پیشبری کرده است و بالاخره عبدالحلیم غفاروف رهبر حزب سوسیالیست تاجیکستان از نام این حزب در انتخابات پرزیدنتی برای کرسی ریاست جمهوری تلاش می‌ورزد. حزب حاکم خلقی دموکراتی پیشبری نامزد را به ماه آینده به نقشه گرفته است و طور رهبران این حزب بارها گفتند آنها پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان را بار دیگر به این منصب پیشبری می‌کنند. برای دریافت ثبت نام رسمی هر نامزد باید کمش 210,000 امضا جمع کند که کار آسان نیست. روز چهارشنبه 17 سپتامبر رئیس شرکت دولتی گازپروم روسیه الکسی میلر به تاجیکستان آمد. رئیس بزرگترین شرکت روی دنیا با مقامات تاجیکستان راه‌های توسعه همکاری را بحث نموده است. گازپروم در کان گاز سریقمیش واقع در ناحیه شهر نو در عمق نزدیک به 6.5 کیلومتر چاه کافته است و انتظار می رود که استخراج گاز این کان کمبود مواد سوخت در تاجیکستان را کاهش می دهد. گازپروم به مبلغ 150 میلیون دلار در تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است. بازدید میلر از تاجیکستان با ارزیابی سازش تمدید حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان همزمان آمد. تمدید حضور سربازان روس در تاجیکستان موضوع نوبتی بحثی امروزه ماست که ما آن را با کارشناسان سابق وزیر اقتصاد تاجیکستان دولت عثمان و کارشناس امور نظامی و امنیتی خادم مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان مهدی صابر بررسی میکنیم. روز 18 سپتامبر پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان سازشنامه تمدید حضور پایگاه 201 روسیه را برای تصویب به پارلمانت کشور فرستاد. این سازشنامه 5 اکتبر سال 2012 میان رئیس جمهوران روسیه و تاجیکستان به امضا رسیده است. پارلمان روسیه این سازشنامه را که حضور نظامیان روس را تا سال 2042 تمدید میکند هنوز ماه اپریل به تصویب رسانده بود و حالا واضح است که این سازش به زودترین فرصت در تاجیکستان هم تصویب می شود. قبل از آن که به ارزیابی این موضوع با مهمانان رو آریم بیاید بشنویم که ساکنان شهر دوشنبه درباره تمدید حضور سربازان روسیه در تاجیکستان چی نظر دارند. این گزارش را همکارمان برات یوسفی تهیه کرده است. آرمیای روسیه به فکر من باشد خوبتر است برای آنکه امنیت تاجیکستان را تامین میکند. با فکر من خوب است که نباشد برای که تاجیکستان دولت استقلال است. باید армия خودش داشته باشد. Нет, наоборот, это будет как помощь, если в случае защиты независимости. Это будет помощь. چی معنی دارد؟ نمیدونم. برای که امریکا برای بهانه هم میخواد اینجا زنه. یا که دیگر دولت. و این بعض بدنش پاش اپاس دارد. هم کریستوبان چخته که کلاش است برای همین مثال. البته گرانسا باید مستحکم شود. تروریسم، باندیتیسم، نارکوتیسم اینا باید همش نشه. به یه خبر قدرت زندگی دولتایی که رو باید شد امکان داره. من همه شرایط وضع میده قسم زیادی همه خلق تاجیک در فدراسیون روسیه فعالیت میکند. از همین لحاظ من همین بودن همین بعض حربی را این نه با دیگر خاطر با خاطر همین پیدا شدن دوستی بین ما و فدراسیون روسیه به فکر من که همین باشد برای دولت تاجیکستان فایده شد. خب مهمانان عزیز، شنوندگان و بینندگان ارجمند، دیدیم که اکثر ساکنان پایتخت تاجیکستان از حضور سربازان روسیه در تاجیکستان پشتیبانی میکنند، ولی طرزی هم میبینیم 1 سال این جانب سند مذکور به تصویب نرسیده است. این تأخیر به تاجیکستان چی میدهد؟ شروع کنیم از شما.
دولت عثمان. دو باشی نیروهای روسیه در تاجیکستان با بحرانی بدن از اوضاع همسایه کشور ما افغانستان و همچنین مناسبت‌های نه آنقدر خوبی که ما با همسایه بزرگمون یعنی ازبکستان داریم، البته امیدوار هستیم که خوب شوند. این یک نوع ثبات سیاسی را در تاجیکستان تا رفع این بحران‌ها نگاه می‌دارد. یعنی مهمترین چیزش همین است. شما با این فکر موافق هستید مهدی صابر؟ در واقع تاجیکستان در یک موقع بسیار حساسی ژئوپلیتیکی جایگیری شده است، چون امروز ما با کشورها از سه دید نظر داریم. پیش از ما با همسایه ها باید یک شرم‌ها داشته باشیم و همچنین با کشورهای پرقوت میانه چون ترکیه و ایران و پاکستان و همچنین با کشورهای پرقدرت دنیا که اونها منفعت‌های ملی و منفعت‌های خود را در کشورهای آسیا مرکزی دارند و برای همین هم باید که سیاست را موافق را به همین‌ها سازیم. ولی شما حالا صحبت دارید که منفعت‌های کشورهای بزرگ و میانه، ولی ما درباره منفعت تاجیکستان حالا صحبت میکنیم و روسیه وقتی که میگوید امنیت و تمدید حضور سربازان روسیه در تاجیکستان تاکید میکند که حضور سربازان روسیه برای امنیت تاجیکستان ضرور است و اشاره می شود که سال 2014 هم نیروهای ناتو از افغانستان بیرون میشن، ولی در سال 2001 هم طالبان در مرز تاجیکستان بودند ولی آنها به این طرف زیاد عبور کردن مقصد نداشتند. طالبان نمیتونن که همین که سر قدرت بیان در حال ها با کشورهای آسیا مرکزی یا تاجیکستان هجوم کنند یا که یگان خیلی میگن در علم حربی فرانت تشکیل جنگ را آغاز کنند، چون که این یگان منطق نداره. اینجا بیشتر سیاسی این وضعیت هست، یعنی میخوان کشورهای میخوان که از همین منفعت بینن و البته پیش از همه ما باید همین چیز تعلیق را بگوییم که در داخل گروهی هستن که میتونن که وضعیت تاجیکستان یا که دیگر کشورهای آسیا مرکزی را نارام کنن و این پایگاه نظامی این گروه ها با مثل حرکت اسلامی ازبکستان و دیگر گروه ها که در پاکستان و افغانستان است اشاره به همین میشد، اما خود طالبان یگان خطر به مرزهای تاجیکستان و به ثبات تاجیکستان ندارند. وقتی که تاجیکستان به تمدید پایگاه روسیه حاضر است و حالا هم میدانیم که یک شمار معین نظامیان فرانسه در تاجیکستان است، چرا تاجیکستان به کشورهای دیگر هم راه را باز نکند؟ مثلا هندوستان تا جای میدانیم چندین سال این جانب به فرودگاه عینی کنار شهر دوشنبه نظر افکنده است. ما پیش از همه چنین اولویت رو اول بررسی دادگی هستیم و دیگر کشورها از جمله با کشورهایی که اعضای ناتو هستند و مثل یک قسمی خیلی هم خوردی گروه‌های ارتشی فرانسه در تاجیکستان هستند که اینها وقت معین است و هنگام برون رفتن قوای نیروهای ناتو از تاجیکستان اینها هم میروند. اما در مسئله هندوستان باشد، البته هندوستان وقت‌های اخیر میخواهد که به تاجیکستان مناسبت‌های خیلی هم نزدیک داشته باشد. این سبب خودش دارد. پیش از همه مقصد هندوستان آن است که او باید که به همین حرکت طالبان همچنین حرکتی یعنی سلاحناک باید که خاتمه بگذارد. برای همین هم میخواهد که هم به خود افغانستان هم به تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه مناسبت‌های خوب داشته باشد. شما در این باره چی میگویید محترم دولت عثمان؟ من استثنا نمیکنم کشورهای دیگر را، اما در مسئله اینکه چرا ما با هندوستان پایگاه ندیم ما باید در اینجا کار خیلی محتاط باشیم، خیلی احتیاطکار باشیم. یک دوم اینکه در ارتباط سوال شما که حضور نظامی های خارجی به استقلالیت تاجیکستان لطمه نمیارد، ببینید همین حضور یک نیروی خارجی البته در داخل یک کشور حتما از منطقا این لطمه میارد منطقا، اما چنین یک تجربه در بسیار کشورهای دنیا معمول شده است. مثلا امریکا در بسیار کشورهای دنیا حضور نظامی دارد. ما بینیم آلمان امروزه را که با وجود قدرت سوم یا چهارم اقتصادی دنیا بودنش، با وجود اینکه یک کشور تماما باشد، هنوز هم نیروهای البته سبب تاریخی هم که داشته باشه هنوز هم نیروهای آمریکایی توش حضور دارند و یگون مثلا مشکلات برای استقلالیت این کشور ایجاد نکرده. فکر میکنم که در مرحله تاریخی فعلی تاریخی کشور ما با خیلی سبب‌های زیاد فکر میکنم که
تمدید پایگاه نظامی روسیه از جانب رهبریت کشور البته یک امر شاید تا اندازه ضروری هم محسوب شود. شما در این باره چی میگوید محترم مهدی صابر؟ امروز هم تمام سلاح و مهمات ما، سر و لباس ما و طرز رفتار ما و طرز آنچه که در استواهای نظامی آمده است همش این یک نسخه روسیه است. برای همین هم ما خودمان را از روسیه جدا کردن نمیتونیم و امروز در هم منطقه و هم در جهان یگان کشوری نیست که به اون اندازه که روسیه به ما دوستی دارد با این خیلی دوستی داشته باشد و روسیه همیشه ما با روسیه در یک اتحاد بودیم و همیشه رفیق استراتژی ما بود و میماند. تشکر از شما دولت عثمان و مهدی صابر، کارشناسان امور سیاسی و نظامی که در صحبت امروزه درباره تمدید حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان تبادل نظر کردید.